گایز به ببین چه خبره. ما اومدیم امروز لب ساحل براتون یه آشپزی باحال بکنیم. سوسیس تخم مرغ رو ببین. خب سنگا رو میچینم کنار هم دیگه تا یه منقل باحال درست کنم. دینگ زغال دینگ من رفتم اونجا وسایل رو جمع کنم بیام. من دارم میام با تخته، کیف جادویی، چاقو، همه چی آوردم. حالا میریم برای روشن کردن زغالا. متاسفانه زغالامون روشن نمیشن. روش نوشته بود از ایناییه که نیازی به آتش زنی نداره، ولی الکی بود. خیلی سخت. فوت معمولی دیگه. میرم برای فوت سرخپوستی. حالا فوت سرخپوستی بعدم بهتون یاد میدم. میبینم نمیشه، میرم چوبا رو پیدا میکنم، چوبای ریز خشک رو پیدا میکنم میارم، چوبای بزرگتر رو تبدیل به چوبای کوچیکتر میکنم، میریزم توی منقل. بله دستمال کرنکس و حالا آتیش. بله من موفق شدم که آتیش رو روشن کنم. بله بادم داره بهمون کمک میکنه اما بتونیم این سوسیس تخم مرغ خفنمون رو درست بکنیم. خب وسایل لازم: چاقوی حیدری. من چاقوی حیدری خیلی دوست دارم بچه هم. چاقوی حیدری خیلی تیزه. سوسیس ها رو میبرم. میبینیم چاقوی حیدری خیلی باحاله. حالا این سیرا رو بریدم، ساقه سیر رو بریدم. میذاریم تابه کمپینگیمون روی زغال. حالا سوسیسا رو میچینیم توش. ببینید سوسیسا رو وقتی داریم میچینیم اینجا باید خیلی سریع حواسمون باشه که برشون گردیم، چون خیلی سریع میسوزن. و حالا سیرا رو میریزیم. چه بویی داره بلند میشه. من میدونم چه اتفاقی داره میفته اینجا. ببینید خیلی سریع داره میپزه. وقتی اینکه نسوزه و نچسبه ما باید این کارو بکنیم. خیلی سریع اینا رو برگردونیم. حالا جناب آقای تخم مرغ. بعد جناب آقای تخم مرغ وارد صحنه میشه. بحثتون این کار حالا بهش نمک و فلفل ها میزنیم. من اصولا به جز نمک و فلفل چیز دیگه ای نمیزنم. اون سفیدیه روی سفیدی رو هم باید بگیریم. یه چیزایی رو سفیدیشه. حالا آماده. تمام. برو بریم. یه لقمه جانانه میخوایم بزنیم. شما میتونید با هر نونی که دوست دارید بخورید. ماما میا عالی شد به نظر من. یه خیار شور دیگه کار جمعه.